شنده مهربان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز باز با هم در برنامه ترازوی عمل هستیم. برنامه که هر آن چیزی که جدید است و در عصر حاضر وجود دارد و اکثریت آنها برای ما مشکوک است، اویدی آن صحبت میکنیم. پیش از آن که وارد خود موضوع امروزه امان شویم، میخواهم یادآور کنم که عزیزان، این برنامه که الان شده ایستاده است در رادیوی پیام و یا خود در شبکه پیام، فقط اویدی مسئله های اقتصادی و حکم آن در شریعت و چگونگی آن و چه طرز معامله کردن با این نمود احکام صحبت میکنیم. اما اویدی سیاست و یا هر چیزی که درباره سیاستی کنونی تاجیکستان رفته ایستاده است، علل خصوص درباره برادر عزت امان که الله خودش نجاتش دهد، در این باره شما میتوانیدون در برنامه‌های دیدگاه و یا فردای تاجیکستان سوال مطرح کنید و اویدی این مسئله های سیاسی با خودی متخصصان دیگری کارگران ما صحبت کنید و خواهشاً در همین برنامه فقط سوال هایی که به موضوع ما رابطه دارد از آن سوال ها به ما مطرح کنید و نه در چت ها و نه در خود سوال بیرون از مسئله به ما چیزی را روان کنید، برای آنکه این هم ضیاع وقت است و هم خود من مسلمه احمدی تخصص خودم در این باره است و از سیاست نه آنقدر با خبر هستم. و موضوع امروزه ما کردیت و لومبارد می باشد. چگونه که میدونیم در یک عصر زندگی میکنیم که کردیت به اوج اعلا رسیده می باشد و هیچ جای، هیچ مغازه، هیچ یک مؤسسه های تجارتی و اقتصادی وجود ندارد که در آن از کردیت صحبت نکنند. و اینجا سوال می شود که آیا همین کردیت ها در شریعت جایز است یا نه؟ در این باره حتما باید اولا چی بودن کردیت و کی پیدا شدن آن و تا چی اندازه جایز بودن آن را با هم صحبت کنیم. پیش از همه پیدایش کردیت یا خود وطنی متولد کردیت این امریکا می باشد که سال 1914 اولین بار یکی از مهمانخانه های مشهور امریکا کارت‌های را در شکل پلاستیکی برآورد، ساخت و به مشتریانش از آن تقدیم کرد که شما می توانید به جای به هر یک خدمات مهمانخانه پول دادن از همین کارت‌ها استفاده کنید. سپس تقلید به این مهمانخانه دیگر مؤسسه ها هم از پیدا کردن و ساختن کردیت ها و کارت ها شروع کردن و در سال 1951 بعد از کاملا تمام شدن جنگ دوم جهانی کردیت باز خیلی وسعت یافت و در تمام کشورها به عمل کردن شروع کرد، علل خصوص در کشورهایی که اقتصادشان خوب است و الان میبینیم که در تاجیکستان هم و در تمام دولت ها وجود دارد. و درباره کردیت وقتی بسیاری گمان میکنن که فقط خود بانک ها در ساختن کردیت و این را به مردم دادن دست دارند، در حالی که به هر یک کردیتی که بانک ها از آن میبرارند و میسازند مؤسسه های خیلی بزرگ اقتصادی جهانی دست دارند یا خود سپانسری میکنند. برای مثال کردیت هایی که در آنجا ویزا نوشته شده است و یا مسترکارد و یا اینکه از امریکن اکسپرس، اینها همش از بزرگترین مؤسسه های اقتصادی امریکایی و جهانی است که به بانک ها میگویند ما به شما مبلغ میدهیم، شما آن مبلغ را در شکل کارت به مردم قرض بدهید، البته قرض های پرسنتی ربوی و هر درآمدی که می شود و یا هر ریبایی که از مردم می گیرید قسم برای خدمت بانک و قسم باز به همان از ثروتمندهای بالا یا خود مؤسسه های تجارتی و اقتصادی بالا است. برای مثال عادی گوییم، مثلا یک نفری که خیلی ثروتمند هست و یک نفری میانه رو پول داده میگوید این پول مرا تو به مردم همچون قرض ربوی بده و وقتی از مردم قرض را زیاد کرده گرفتی بین من و بین تو تقسیم می شود و اساس نمودی پول های با کردیت قرض داده می شده هم چنین است. یعنی مؤسسه های بزرگ اقتصادی جهانی
علل خصوص آمریکایی این را به مردم برای قرض دادن خودشون که خیلی مشغول هستند بانک رو میونه رو میکنند و به بانک مقدار بزرگی پول رو میدهند و میگن این رو به مردم تو قرض بده و اون رو ما قرض نو کردیت گویان امروز میگیریم. چند سال پیش اگر مردم میگفتن من از بانک قرض گرفتم، امسال ها مردم میگویند من از بانک کردیت گرفتم. گویا که کردیت از قرض فرق داشته باشد. ولی وقتی درباره کردیت گپ میزنیم بسیاری گمان میکنیم که کارت های عادی که از بانک میگیریم اون هم کردیت حسابیده میشود. مثل اینکه در ما دو نمود کارت است، یعنی یک چند نمود کارت است. کارت های اساسی دو نوع می باشد. نمود یکمش این است که در این و یا آن یک نفر صورت حساب می کشاید و مقدار از مبلغ خودش را به حساب آن بانک می گذراند و بانک به این نفر یک کارت را می دهد، کارت بانکی که بعضیش حتی ویزا کارت نوشته شده است، بعضیش سبیر بانک یا بانک های دیگر. به جای اون که اون مبلغ پول ها رو این نفر در جیبش و یا در دستش گرفته با خود گردد، همان کارتوشکه رو گران میگردد و به هر جای رفت از اون کارت استفاده میکند. پول نقدی نمیدهد و کارت میدهد و در این وقت پول او در دست بانک است و به جای ضمانت در دستش کارت بانک است و هر جا رفت با همان کارت او خرید میکند و حتی تمام خریدها رو میشود. این رو کارت های عادی که از بانک میگیرید و شما یگان نمود در وقتی به صورت حساب بانک پول گذرانیدن یگان شرط و شروط ربوی در آنجا امضا نکردید. دستی بانک در این وقت همچون دستی امانت دار است برای آنکه انسان هایی که صاحب مبلغ زیاد هستند و نمیتوانند پولشون را از اینجا به آنجا برند، برای آنها وقتی در دستشان کارت است خیلی آسان تر است. و این چنین در خیلی زیاد دولت های پیشرفته بر جای آنکه به دست کارگر پول نقد هر ماه دهند به صورت حساب کارگر معاش او را میریزند و برای رفتن به یک جای و یا کسه جای دیگر رفته دست به دست معاش گرفتن میبینید که در صورت حساب شما پول شما ریخته است و اون پول در بانک است و شما به جای رفته از بانک گرفتن میتوانید از کارت استفاده کنید و هر وقتی که خواستید نقدش رو هم از بانک گرفتید. یعنی بانک مسئول هست که هر وقت که رفته گفتید در صورت حساب من این مبلغ پول است الان به من بده، بانک به یک چون و چرای هیچ چیزی نگفته به دستتان میدهد. اما به سبب این خدمتش که به شما کارت داد پول شما را ببخشید در خودش همچون امانت نگاه و بین کرده ایستاده است، بانک حق خدمت خودش را میگیرد. این کارت های عادی هستند که هر یک نفر الان از آن استفاده میبرد و حکم شرعی آن هم جایز است چون اینجا یگان شرط و شروط ربوی پرسنتی وجود ندارد. من پولم را به بانک دادم و ایوازش همچون ضمانت کارت گرفتم و اون کارت همچون پول در همه جا میتواند به من خدمت کند. اما کارت کردیتی، این رو میگویم کارت حسابی بانکی یا صورت حسابی بانکی، اما کارت کردیتی چیزی تماما دیگر هست. کارت کردیتی یا کردیت کارت شما برای خرید مبلغ کافی ندارید، در دستتون مبلغ کافی نیست و میخواهید چیزهای زیادی خرید و یا عموما برای شما مبلغ لازم است. در این وقت به نزد بانک می روید و به بانک میگویید به من مبلغ معینی همچون قرض بده. بانک در این وقت یک مبلغ معینی که همراه با شما اتفاق کرد آن را همچون قرض به نام شما می نویسد، ولی آن مبلغ را به دستتان نقد نداده به دستتان کارت می دهد و از اون کارت شما از کجا کی خواستید خرید میکنید، ولی این رو میدانید که هر چیزی که خریده ایستادید از پول دست شما نه و از پولی که بانک به شما قرض داد و بانک خودش میگوید که در وقت معین پولهایی که
همچون کردیت گرفتی آورده میدهی. البته فایزش هم هست. همون روزی که قرض گرفتید همون روز آنها میگویند الکی ماهی دیگر 1%، بعضیشون حتی 5% زیاد میشود و مبادای از ماهی آینده همین پول رو آورده به من ندادی، این باز زیادتر میشود. عیناً همون ربا همون پرسنتی هست که در شریعت حرام است. و اینجا مشکلی کلانی دیگر این است که اکثریتی آنهایی که کردیت میگیرند مبلغ های خیلی زیاد رو میگیرن. یعنی بانک های هستن که میگن به محدود برای تو ما قرض میدهیم، برای تو یک کارت میدهیم و این رو اساسا کارت کردیتی طلایی میگویند. کارت کردیتی طلایی میدهیم، هر چی خواستی چقدر که خواستی از مبلغ آن استفاده کن، یعنی بیکنار از پولی که در آن هست، ولیکن هر چیزی که تو استفاده کردی در فلان ماه در فلان مدت با همین پرسنتش میبیاری و به ما میدهی. و اکثریت مردمی که در وقت خرید و فروش خودشون رو داشته نمیتوانند، با وجود گرفتن کارت یا کردیت کارت های بانکی، چون میدونن که هرچی خریدند هم در آنها پولی در کارتوچکا بوده ای آنها تمام نمی شود، خیلی زیاد خرید میکنند و در آخر پرسنتی اون رو داده نتوانسته اکثریت خانه های خودشون رو، خانه های خیش و تبارشون رو و تمام دارایی خودشون رو به بانک میدهند. انا این همون ربا و یا خود پرسنت خوری محض است که الله میگوید و احل الله البیع و حرم الربا. الله تمام نمود تجارت رو حلال کرد، اما رباخوری، پرسنت خوری رو همش رو برای شما حرام گردانید. و اینجا نفرانی که میگویند من با کردیت خریدم، معنیش این است که من از بانک قرض گرفتم و خریدم، بانک آن قرضش رو با پرسنتش از من میستاند و برای ضمانت بانک حتما یا خانه خود یا خانه پدر و مادر خود رو در گرو میدهند و بعضیشون برای خود جای کاری خودشون رو وکیل میگیرن که هر ماه از معاش من همین فایزش یا پرسنتش به بانک میگذرد. و نفرانی خیلی زیاده هستن در تاجیکستان هم که میگوین خانه نشستی ما را بانک گرفت. اگرچه اینجا عجیبش در آن است یا خود ظلم کردیت در آن است که اگرچه قرض گرفته ای شما برابر 100,000 روسی باشد، خانه شما به 500,000 روسی برابر باشد، هم برای بانک هیچ پروایی نیست. همان مدتی که 1 سال باشد یا 6 ماه باشد، یعنی مدت پرداخت کردیت ها اساساً بین مشتری و بین بانک اتفاقی می شود. همون وقتی که در مهلتش شما کردیت های گرفتهتان را با فایزش برنگردانیدید، به یگان طرز بانک می آید و خانه را از آن خود می کند. زیرا در وقت گرفتن کردیت در آنجا امضا می کنید که اگر در همان مدت من پول رو آورده ندادم، کردیت رو پرداخت نکردم، خانه من از آنی بانک است و بانک در دست خودش دلیل هم دارد. و خودی به نزدیکی بود یکی از خواهرها زنگ میزد میگوید شوهری من کردیت گرفت و به روسیه سفر کرد و برای بلیت خریدنش از بانک قرض گرفت، حدودی 500 یا 600 دلار شاید، و به عوضی گرو خانه 1 دره خودمان رو به بانک داد. شوهرم 1 سال است که گم شد، نه از پول خبر است نه از خودش. بانک آمد و خانه 1 دره ما رو از آنی خودش کرد. دیگر من مانده ام و 2 کودکم، شوهرم در آنجا. هیچ چیز گفته نمیتوانیم، چیکار کردنمون رو نمیدونیم. تصور کنید که آیا 500 دلار برابر یک خانه 1 دره میشود یا نه. یعنی تا این درجه به انصافی بانک های کردیتی هست. و اگرچه فکر میکنند آنهایی که با کردیت کار میکنند کردیت زندگی ما رو خیلی آسان کرده ایستاده است، من چیزهای زیادی رو با کردیت خریدم، لیکن آخرش وای است. اولش این است که این چیز در شریعت حرام است و در خود دنیا هم برکت زندگی و برکت مال رو از بین میبرد. و دومینش این است که اگر مبادای شما داده نتوانستید،
این کردیت یا خود قرض ریبوی پرسنت بالای پرسنت زیاد شدن میگیرد و شما یکی میبینید که 100,000 گرفته شما برابر 200,000 شده ایستاده است. عیناً در خرید ماشین هم همین خیل. من با کردیت ماشینی 1,000,000 خریدم و در 5 سال میدهم. اگر دیدید ماشین خودش از 1,000,000 خیلی ارزان تر است و شما تقریبا تا 300,000 آن را همچون قرض ریبوی به بانک میدهید. لیکن بانک های اسلامی به جای این نمود قرض دادن با خود مشتری یک مصلحت خیلی خوب میکنند که در نظام ساخت بانک های اسلامی از جمله بانک ملک فیصل این چیز وجود دارد. مشتری اگر یا خریدار میخواهد یک خانه را خرد و در دست مبلغ ندارد، به بانک مراجعت میکند که همون خانه را بانک تو به خودت بخر، سپس گرانتر به بالایش حتی 10% یا 5% یا 10% از مبلغ خود خانه گرانتر کنو به من فروش. من در مدت 10 سال به خود مبلغ هر سالش درآمدش نگاه کرده به تو برمیگردونم. در این وقت هم بانک اسلامی برد میکند، هم خود خریدار تقسیط یا خود رستروچکا آورده پولش رو میدهد. اینجا خواهر و برادرانی که میگن اگر با کردیت خانه نخریدم علاج نیست، اگر با کردیت مثلا یک چیز دیگر نخریدم علاج نیست، میتوانند از همین طرح یا سیستم بانک های اسلامی کار کنند. به یکی از ثروتمندان مراجعت کنند که همین خانه رو یا همین رو شما خرید، به بالایش مبلغی که برای من هم اونقدر سخت نیست، برای خودتان هم یک مقدار مبلغ ماند و به من فروشید، من پولش رو در این مدت میدهم و البته با گرو و با شاهد با نویستن که در این وقت برای همه کمک می شود و ما نمی توانیم یا خود برای ما مجال نمی ماند که برویم و از بانک های ریبوی پرسنت خور کردیت گیریم که دیگر رفته حیات ما رو به یک مفلسی میکشاند. چیز دیگر یک کردیت چه گویم یا کردیتی میده‌تر این لومبارد ها می باشند. الان سری هر یک قدم لومبارد پیدا شدگی هست، خواه در آسیای میانه خواه در روسیه، که عیناً مثل همین پرسنت های ریبوی کار میکنن. فقط طرز گرفتنی قرض از لومبارد نظر به کردیت خیلی آسان تر است. برای اون که یک نفری که میخواهد از بانک کردیت گیرد باید یک چند دکومنت یا خود حجت ها رو پر کند، 2-3 روز از همه کمش باید به بانک رود برگردد، کارهای زیاده کند، سپس بانک به او یک کارتوچکه کردیتی میدهد. لیکن اگر میخواهید همون دقیقه به دستتون پول آورید، دویده به لومبارد میروند. لومبارد یکی از چیزهایی که یا هر چیزی که ارزشمند باشد اون را از نفری که قرض طلب کرده ایستاده است میگیرد و میگوید به تو من مبلغ میدهم در مدتی از همه زیادش 1 ماه. لومباردها از 1 ماه زیاد اساسا قرض نمیدهند اکثریتشون. در مدت 1 ماه اگر پول رو با پرسنتش، یعنی اولین خود امضا شدن قرض با پرسنت، در پس از 1 ماه اگر با پرسنتش پول رو نآوردی، این دارایی که به من دادی از اون من است. و اینجا اگر مثلا یک انگشتر طلایی $200 باشد، بانک یا خود همون لومبارد که بانک های میده هست فقط با گرو کار میکند و خود لومبارد در تاجیکستان با گرو خانه مشهور است. خود این گرو خانه همون انگشتر را $100 نرخ میکند، یعنی هر چیزی که همچون گرو به آنها پیشنهاد شد آنها آن را با نیمی نرخش نرخ میکنند که البته خیلی فایده میکنند و آرزو میکنند که کاش همین نفری که از ما قرض گرفت تا 1 ماه قرض را برنگرداند و ما این چیزی که الان همچون گرو گرفتیم از آن خود کنیم و به نرخ اصلیش فروشیم، هم تا 2-3 برابر فایده میکنیم. و هر یک لومبارد در نزد خودش یک مغازچه دست دوم دارد که در آنجا از ساعتهای گرانبها شروع کرده تا انگشتر و چیزهای طلایی و حتی اشیاهای عادی خانگی و حتی شوبه و لباس ها هست. یعنی هر چیزی که اونهایی که در لومبارد کار میکنند در آن نرخ
سزاوار میبینند میدانند که قیمتتر کرده این رو فروخته میتوانند، میگویند همچون گرو میگیریم و خودی حاضر به تو قرض میدیم. در اینجا برای حجت سازی یک چند نفر رو همچون شاهد آوردن، وکیل و کفیل آوردن هیچ چاره یا خود هیچ ضرورتی نیست. فقط همین که گرو رو دادی من به تو پول میدهم. و با همین لامباردها خیلی کار میکنند و اساساً درآمد آنها، اصلی آنها ساخته شدن لامبارد همان قرضهای ریبوی است که اگرچه نامش گرو خانه است، نامش پرسنت خانه یا خود ریبو خانه است. و اکثریت میگویند من میروم و از لامبارد خرید میکنم برای آنکه هم ارزان است، هم این گونه نرخ رو در دیگر جایها پیدا کرده نمیتوانیم. ولی چگونه که میدانیم اگرچه لامبارد ارزان است اما پر از شبهه و حرام است. برای آنکه لامبارد اون چیزی که به شما فروخته ایستاده است با راهی حلال آن را نآورد. لامبارد یک مؤسسه یا خود یک مرکز ریباخوری می باشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الحلال بین و الحرام بین و بینهما امور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه و من وقع فی شبهات وقع فی الحرام. در شریعت هم حلال بیان است و روشن است، هم حرام. اما بین حلال و حرام بعضی از کارها و چیزهای شبهه هستند که بسیاری از مردم نمیدانند این حلال است یا حرام است، اصلا شبهه است. و هر کسی که خود را از شبهه دور کرد بداند که آبروی خودش را و اینچنین هر چیزی که در خود دینش هست آن را مکمل کرد، آن را تماما از شبهه ها دور کرد. اما هر کسی که در خود شبهه ها داخل شد او در حرام داخل شد. پس اگرچه میگوید لامبارد چیزهای ارزان دارد و من میتوانم بسیار چیزها را از لامبارد خرم، این را بدانید که چیزهایی که خریده ایستادید از راهی حرام به دست او آمد و این مؤسسه و یا این تعلیمگاه ببخشید جایی که فقط با خرید و فروش با شما مشغول است اساساً شغل او از طریقه ریبا گرو گرفتن و اون گرو را خیلی به نرخی کم نرخ کردن و سپس قیمت کرده به شما فروختن می باشد. برای همین به لامباردها نزدیکی کردن هم عیناً چگونه که به خودی کردیت و بانک های کردیتی نزدیکی میکنید هر دو با هم برابر هستند و جایز نیست. ولی اینجا یک چیزی دیگر هست. چیزی دیگر این است که آیا خانه که با کردیت خریده شد، من میدانم که همسایه روسی من یا حتی همسایه تاجیکی من با کردیت یک خانه خرید، من همون خانه رو خرم به من جایز است یا نه؟ یا من میدانم که یک نفر از دوستان از طریقه کردیت یک ماشین رو خرید، آیا ماشین او رو من خرم می شود یا این هم حرام می شود؟ اینجا فرق بین یک لامبارد خانه و یک نفری تنها خیلی خیلی کلان است. برای همین ما مسئول مردم دیگر نیستیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم با یهود خرید و فروش میکردند، معامله میکردند، در حالی که همه میدانیم که یهود اول شده از پرسنت خوری رزق مییابند. یعنی خود یهود اصلشون، خریدشون، فروششون، همه کارشون با ریبا آمیخته است، اما پیامبر با آنها خرید و فروش میکردن. برای همین یک نفر اگر به شما نمیدانید، اصلا شما تماما کار نداشتید اما فهمیدید که با کردیت همین خانه رو خریده بوده است، اگر از او اون خانه رو خریدید هیچ مشکل ندارد. برای اون که اگر هر یک چیزی که ما خریده استودیم گفتگو کرده از او پرسیدن گیریم از کجا خریدی، چه خیل خریدی، این چیزی دیگر است. لیکن خود از لامبارد رفته خریدن معنیش این است که لامبارد اصلش تمام کارهایش حرام است، تمام استاد ساخته شدن خود لامبارد از شبهه و از حرام می باشد. برای همین یک نفری تنها وقت این کارو کرد مسئله دیگر است و یک مکانی که فقط از حرام کار میکند مسئله دیگر است. برای همین
ما میتوانیم در روسیه که اساساً الان از طریق کردیت خانه میخرند و یا ماشین میخرند، اگر یک روسی خریده باشد، چون در روزها این چیز عادی است، از او بخریم. اما خودی بانک های کردیت که فقط کردیت میدهند، به آنها اصلا برای قرض گرفتن مراجعت نکنیم و بهترین میشد اگر انسان های ثروتمند اگرچه یک بانک باز نکنند، هم صاحب بانک نباشد، هم همین سیستم های بانک های اسلامی را با مردم برای آسان کردن حیات مردم کار فرمایند. برای آنکه یک نفر ثروتمند به جای قرض دادن اگر گوید چیزی که تو میخواهی من خریده به تو میدهم، اما آن را به تو قیمتتر یا گرانتر کرده میفروشم و خریدار از این راضی باشد، در اینجا برای دو نفر یا دو طرف چگونه که گفتیم فایده دارد. برعکس اینکه میرویم و قرض میگیریم از بانک و سپس یک چیزی رو میخریم و آن پول رو در مدت معین اگر بر نگردانیدیم، بانک برای ما چقدر پرسنت میبردد و حتی انسان هایی هستند که چگونه که گفتم تمام عمرشان از کردیت نمیتوانند آزاد شوند و پی در پی هر دقیقه به دقیقه، ماه در ماه آنها در فکر آن هستند که من چگونه الان از این کردیت ها خلاص شوم. و چیز دیگر این است که خیلی که گفتیم کردیت خودش تقسیم می شود. کردیت که مقدار معینی پول در آن است، یعنی وقتی به بانک رفتید و گفتید من کردیت می خواهم، بعضی از نمود کارتوچکه ها یک پولی کارت های کردیتی پولی معین دارد، بعضی نمودش باشد خیلی به محدود به انتها پول میدهد، بعضی دیگرش باشد شرط میگذارد که من پول میدهم اگرچه کردیت است، اما از یک ماه نگذشته هر خریدی که کردی همان دقیقه باید به صورت حساب بانک پول گذارد. برای همین به کردیت ها هم به خودش نگاه کرده گناهش بزرگتر و بزرگتر و کمترش هم هست. این چونین کردیت کارت های هست که فقط در داخل یک دولت از آن کار برده می شود و کردیت کارت های اساساً طلایی هست که در تمام دنیا از آن کار برده می شود و به هر طرف که با آن کارت رفته در تمام دنیا می توانید از پول آن استفاده کنید. ولی هرچی گفتیم درباره کردیت اگرچه به چشممان خیلی فایده دار می نماید و یا کارهای مردم را الان آسان کرده ایستاده است میگوییم، ولی کردیت سبب شده ایستاده است که در دنیا الان شاید از 2 قسم مردم از بانک ها قرضدار باشند و نفرانی که هستند که یک مقداری کمی رو همچون کردیت گرفتن ولیکن خانه خود رو، حتی خانه پدر و مادر خود رو، ماشین خود رو، تمامی دارایی خود رو از دست دادن برای اون که کردیت $500 پس از 2 سال میرسد تا $5000 که هر وقتی که وقتی کردیت زیادتر و زیادتر گذشتن گرفت در این وقت پرسنت آن هم زیاد شدن میگیرد. برای همین عزیزان الله وقتی ریبا را حرام میکند اول شده برای اون که در روی زمین فساد نشود، دوم اینکه مردم با خاطر جمع آسوده خاطر زندگی کنند و وقتی که کردیت داره دیگر یگان آرامش در قلب و روی شما نیست، برای اون که برعکس اون که از مردم قرض گرفتید شما از بانک قرض گرفتید و هر لحظه بانک می آید و تمامی دارایی شما را با خود می برد. و خودی در ترکیه مثلا اونقدر کردیت رایج یافتگی هست که مردم برای ازدواجشون، برای تحصیلاتشون، برای خرید و فروش هر چیزهایی در خانه بودن از کردیت استفاده میکنن، ولیکن اگرچه مردم معاش خوب دارن در چهره آنها همیشه نارضایی هست، برای اون که کردیت هایی در ترکیه داده می شده با معاش رابطگی دارد و هر معاشی که هر ماه به صورت حسابی یک کارگر باید افتد به کردیت می افتد. در این وقت به عوض اون کردیت یا قرضی که گرفتید شما از معاش هر ماهه خود محروم می گردید و مردم همیشه از پی آن هستند که از کردیت خیلی زود خلاص شوند و دیگر از پی زندگیشون شوند. ولیکن کردیت چگونه که گفتیم یکی به آن غوطه خوردید دیگر از آن آزاد شدن خیلی و خیلی سخت است. ولیکن
بانک های اسلامی هم کردیت خود را دارند، اما کردیت های بانک های اسلامی چون از روی حرام هرگز کار نمی کنند، آنها فقط به عوضی گرو و مشتری و یا نفری که محتاج است قرض می دهند و هر قرضی که دادند اگر از مهلتش گذشت گرو را که در دستشان هست می گیرند و می فروشند و یا از آن خود میکنند، اما بقیه گرو را به صاحبش میدهند. اینجا دو فرق بزرگ بین بانک اسلامی و این بانک های ربوی است. بانک های ربوی هر گروی که در وقت دادن قرض با آن امضا شده بود کاملا از آن خود میکنند. خیلی که گفتم اگر قرض $1000 باشد و خانه $5000 باشد برای بانک فرق نمی کند، پس از 1 سال کلی خانه رو از آن خود میکند. اما بانک اسلامی میگوید خانه رو از آن خود میکنم، گرو رو میفروشم، مقدار قرضی که شخص مشتری از من گرفت از اون قیچی میزنم یا خود از اون مینوس میکنم، بقیه مبلغ گرو رو به صاحب اصلیش میدهم که در اینجا هیچ یک نفر ظلم نمیکند و برای دو طرف در این وقت مفید است. و عیناً وقتی گفتیم در شریعت گرو حلال است و در وقت قرض رو ندادن میتوانید از گرو استفاده کنید، این گرو هم با اون شرط حلال است که اگر پولی گرو از مقدار قرض شما زیادتر باشد اون رو از آن خود نمی کنید، همون مقداری که با قرض شما برابر است از گرو مینوس میکنید برای خود میگیرید، بقیه مبلغ گرو رو به صاحب اصلیش میدهید، برای آنکه خود گرو فقط به مقدار قرض شما از آن شما است، از آن زیادترش از آن شما نیست. و این بود شنوندگان عزیز درباره کردیت و این چنین درباره لامبارد که خودش هم یک کردیت یا خود یک ریبوخانه کوچک است. الان اینجا سوال ها هست، بیایید به قسم سوال ها میگذاریم. سوال اول: همین وقت از بانک سوم نگیری دیگر از کجا مییابی؟ هیچ کس قرض نمیتید. سخن با شما دوامش نمیدونم چی نوشتگی هست. من میدونم که همین وقت هیچ کس قرض نمیدهد، اما اگر از روی شریعت قرض طلب کنیم اونهایی که در دستشان پول هست البته میدهند. از روی شریعت به نفر اگر گرو پیشنهاد کنیم که من از شما قرض میگیرم اما همین ملکیتی من یا همین پولی که شما به من دادید به عوضش همین چیزی من در دست شما میموند، اگر در مدتی معین من به شما پولتون رو برنگردانیدم این گرو از آن شما است. در این وقت چون گرو رو میبینن قرض میدهند. چیزی دیگر این است که وقتی که شما از نفر قرض میگیرید همراه خود یک کفیل میبرید، یک دوستتان خیش و تباره که او میتواند به گردن گیرد که اگر این قرضت رو نداد به من برگرد. چرا الان در زمان حاضر چرا قرض نمیدین؟ برای آنکه ما از روی شریعت قرض نمیدهیم و قرض نمیگیریم، در وقتی قرض گرفتن نمی نویسیم، شاهد نمی آوریم، اگرچه اینها مستحب است یا ارشادی است، لیکن برای دادن و گرفتن قرض یک ضمانتی خیلی قوی هست. این چنین از گرو میترسیم. در تاجیکستان یک خرافات است که میگویند تاوان گرفتن یا تاوان گرفتن که گرو رو در نظر دارن، یعنی زلاق در اسلام حرام است گمان میکنن، در حالی که درباره زلاق خودی الله اجازه میدهد. برای همین اگر پیشنهاد گرو کردید، کفیل آوردید و به خودی قرض گرفته ایستاده اگر همراه با نوشتن و دو شاهد آوردن قرض گرفتید، البته که نه نمیگوین. اینجا مشکلی ما در آن است که همین میرویم و میگیم به من قرض ده، نه مدتی معین دارد نه گروه در اینجا است و البته که نفر قرض دهنده میگوید چندین بار قرض دادم لیکن پولم برنگشت، دیگر به کسی قرض نمیدهم. اما الحمدلله که الان بانک های اسلامی هم کم کم دارند شروع به کار میکنند و میتوانید از بانک های اسلامی از طریقه شرعی هم قرض بگیرید. سوال دیگر: بانک های تاجیکستان اژدها رن هم خونت میگیرن هم پولت. این انیق است. نفری که سوال داده استاده در این باره یک نفر نه یک چند نفر به من در تلفن هم صحبت شد که به مقدار یک پول کم خانه یک دره، بعضی ها خانه دو دره رو کاملا بانک از آنی خود کرد. آن هم میگویند پول خانه و پول بانک فرق زمین و آسمانی دارد، یعنی با اون قرضی که ما گرفته بودیم یک متر خانه همون هم الان
خریده نمیتوانیم. برای همین بانک های تاجیکستان که تماما با سیستم ربوی کار میکنن، وقتی با آنها به کار در آمدید، از آنها شما قرض گرفتید، بدانید که خیلی به یک باطلاق غوطه خورده ایستادید. برای همین هرگز در همه حالت هم، حتی یک خانه خودتون بگرمانید هم، از بانک نبو از یک برادر مسلمان یا از یک نفری که از پرسنت خوردن میترسد از آن قرض بگیرید. سوال دیگر، در کوچه پول پیدا کنی چی کار کردن در کار، خصوصا در مهاجرت؟ درباره در کوچه پول پیدا کردن، لقیته یا لقیته هم میگویند، اگر کودک باشد، در شریعت چنین حکم دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی پول پیدا کردی، خلطچه آن را، یا با زبانی حاضر گوییم کرمان آن را، در چی چیز آن پول بود آن را شناس. بعد از این به اطرافت نگاه کن و اگر نفری رو به نزدت پیدا کردن که گفت من پولم گم شد، حتما به او اول میگویی پولت چند سوم بود، چند سومه بود، در چگونه کرمان جایگیر بود. اگر او گفت که همین خیل یعنی تمام صفتهای اون کرمان و اون پول را گفت، به صاحبش برمیگردانی. نه اگر دروغ گفت که تو میدانی، در این وقت نمیدهی. و الان طریقه خبر دادن یا خیلی که الان هم از روی اینترنت یا گازیته و خبر میدن، خیلی آسان است. شما میتوانید اگر پول پیدا کردید، یک اعلانی کوچک نویسید که من مقدار پول پیدا کردم، صاحبش به همین رقم زنگ زند و وقتی زنگ زد حتما از اون میپرسید پولت را در کجا گم کردی، چند سومی بود، کشالیک یا خود جزدانی تو چگونه رنگ داشت، اگر پیدا شد برمیگردانید. ولیکن اگر پیدا نشد، صاحب پول پیدا نشد، چقدر که هم باشد، شما از آن میتوانید استفاده کنید، اما یک تا آخری عمرتان هم صاحبش پیدا شد، عیناً همون پول را به دستش برمیگردانید. یعنی یک مقدار وقت شما صاحبش را کفت و کاف کردید، پیدا نکردید، پس از آن پول استفاده میکنید. اگر یک صاحبش پیدا شد، آن پول در گردن شما یا ضمانت شما میموند، شما باید به او برگردانید. و سوال دیگر، اگر پول نداشته باشی از بانک پرسنت گرفتن حرام است، اما از کسی قرضدار هستی که شب و روز می آید درت را می کوبد، پولم را ده گفته می گیرد، در نزد فرزندان، حق و همسایه سرخم می شوم، در این حالت چی باید کرد؟ آیا در همین حالت تنگی می توانم از بانک قرض گرفته قرضم را خلاص کنم؟ اگر در این وقت از بانک قرض گرفتید، این نفر الان می آید و آبروی شما را می برد، درتان را می زند. اگر از بانک قرض گرفتید و اون مبلغ رو داده نتوانستید، آمده کل خانه شما رو میگیرد، برای آنکه بانک اون قرض پرسنتی رو عادی نمیدهد، باز گرو خانه شما رو میگیرد. برای همین اولا در وقتی یک نفر در حالت عسر یا خود وزمینی بودن، حتما باید به او ما وقت دهیم. این طلب در شریعت است که و این کان ذو عسرة فنظرة الی میسره. الله میگوید اگر به کسی که قرض دادید حالتی وزمین داشته باشد، دستش تنگ باشد، به او مهلت دهید. او را مجبور نمیکنند، حتی به قاضی شرعی اینها مراجعت کنند هم قاضی میگوید به این مهلت بده. شما میتوانید با یکی از دوستان دیگر که مثلا صاحب پول هستند، مال هستند، چیز دیگر هستند، هم صحبت شوید که بجای من قرضم را در همون مهلت به تو برمیگردانم، اما به بانک نروید. برای آنکه اگرچه ضرورت دارم میگوید، این رو بدانید که بانک ها اون مبلغ رو اگر از شما بعداً گرفته نتوانند، حتی خانه و در شما رو میگیرند. به هیچ یک حالت گرفتن قرض پرسنتی جایز نیست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی درباره لعنت شدن پرسنت خور گپ میزنند، پرسنت دهنده و حتی نویسنده پرسنت و این چونین شهادت دهنده به پرسنت رو هم ملعون میگویند و اینها همش در گناه یک هستند میگویند. ولیکن حالت های دیگری هست که مثلا میتوانید با خود همون نفری که از شما از او قرضدار هستید صحبت کنید که یک مهلت دیگری بده و در همون مهلت به الله، البته از الله کمک پرسیده، خیلی حرکت میکنید که اون قرض ها رو بدهید. سوال دیگر،
اگر این گپ شما رو همه تاجیکستانیان گوش کنند، بانک ها بانکرات شده می رود. بگذار بانک های ریبوی و هر کسی که با پرسنت کار میکند صدها بار بانکرات شود تا که مردم از دست این حرامخورها نجات شوند و دیگر مردم بیچاره به خاطر یک بلیتی پرواز یا خود یک راهکرا به سوی روسیه تمام خانه دری خود را از دست ندهند. و هر یکی ما و شما شنوندگان عزیز میدانیم که صاحب اساسی این بانک ها کی ها هستند؟ همون حرامخورهای بالا که از این طرف اگر نتوانستند از طرف دیگر از مردم می ستانند و می خورند. سوال دیگر، یک نفر شرایطش خوب است اما برای ماشین خریدن از بانک کردیت میگیرد. آیا این کار درست است یا نه؟ حتی شرایطش بد باشد هم از بانک کردیت گرفتن حرام است. برای آنکه کردیت خیلی که گفته استادیم این همان پرسنت است و پرسنت در همه حالت، در حالت ضروری و غیر ضروری، در همه حالت ها حرام است، مگر اینکه گفتید که این نفر الان میمیرد، اگر اپراتسیا نکنن یا خود او را جراحی نکردن الان جانش را میدهد، یا این نفر دیگر از گرسنگی میمیرد، بیدارو هست، باید برای او درمان خریم یا باید به نزد او طبیب آریم. در اینجا میگویم برای حفظ جان او، برای اون که این نفر نمیرد میشود. اما ماشین خری که به ماشین هم انسان زندگی کرده میتواند. انسانی که کردیت میگیرد به اتفاق تمام علما ملعون است، لعنت شده است و در این وقت او گناهگار می شود. هرگز جایز نیست. سوال دیگر، اگر من مال را نسیه از نرخ بودهش قیمتتر دهم ریبا می شود یا نه؟ مال را از نرخ خودش شما وقتی که قیمتتر می دهید در وقت نسیه، این همون رسروچکه است. می توانید درباره رسروچکه یا خرید و فروش تقسیطی در همین سایت پیام یوتیوبی پیدا کنید که در این باره یک موضوع کامل ما داشتیم. اینجا شما وقتی گفتید اگر نرخش رو الان دهی من به تو مثلا به 1000 سوم میدهم، نه اگر پس از 2 ماه دهی به تو به 1200 سوم میدهم. در این وقت شما به سبب اونکه نسیه داده استادید وی پولش رو بعداً میآورد قیمت تر کرده فروختید، این بیع تقسیطی است، این ریبا نیست. برای اونکه شما همراهی او درباره خرید و فروش صحبت کردید و او مبلغ همون کالا رو میآورد و این به رسروچکه داخل می شود، به خود ریبا داخل نمی شود. قیمت تر کردن به سبب دیرتر پول رو آوردن رو در شریعت رسروچکه یا خود بیع تقسیطی می گویند که در این باره حدیث عمرو بن عاص هست. خود پیامبر به عمرو بن عاص رفته می گویند بیرو 100 تا شتر خر و بگو که الان به من 100 تا شتر ده، سال آینده من مبلغ 200 تا شتر یا بجای این 100 تا شتر 200 تا شتر آورده میدهم که دلیل اساسی در خرید و فروش تقسیطی یا خود رسروچکه می باشد. سوال دیگر، شب در برنامه فردای تاجیکستان محمد اقبال گفت که با شرکت های عائله رئیس جمهور مقاطعه کنید. آیا این در شریعت جایز است؟ در شریعت مقاطعه کردن جایز است. مقاطعه کردن و حتی یکی از علمای برجسته عصر یوسف قرضاوی میگویند هر چیزی که یهود امروز میبرورد شما با آن مقاطعه کنید. تمام شرکت هایی که یهود یا اسرائیل آن را استحصال میکند با آن مقاطعه کنید تا که در تجارت آنها یک کساد شود. البته که هر چیزی که مقامات امروزه تاجیکستان میبرورند و مردم اگر جرأت مقاطعه کردن را داشته باشند خیلی بخشش میخواهم، ولی ما تا حدی رسیدیم که حتی برای مقاطعه کردن هم به فکرم اکثریت مردم جرأت ندارند. اونقدر تملق کاری، اونقدر خوشامدگویی زیاد است که به فکرم اگر یک نفری مقامدار چیزی رو فروشد، یک نفری عادی گران باشد هم از مقامداران میخریم که کمی روی ما گرمتر شود. برای همین اگر مردم به این راضی شوند و این کار را کنند این بهتری میشود. شاید که ظالمانی در بالا بوده کمی به خود آیند و کمی
از ظلم خود فرایند. اگر کمی به خود نآیند هم در بیزنس آنها یا در تجارت آنها یک کم ضرر به آنها رسد، چون ما با صدای خود یا خود با جسم خود یا با مبارزه های خود ضد آنها کار کردن نمیتوانیم. حداقل با نخریدن محصولات آنها یا خود مقاطعه کردن با آنها از ضرری خود را رسانیم تا که ضرری آنها هم از سر مردم کمتر شود. سوال دیگر: اپا جان، ما مجبور میشویم بعضن که از بانک قرض گیریم. آیا این یگان جواز دارد که شرایط همین خیلی است؟ درباره مجبور شدن در حالت ضرورت در شریعت حرام ها حلال می شود. مثلا در وقتی که می ترسی که الان از گرسنگی می میری، خوردن میته یا خود گوشت خود مرده و گوشت خوک اینها حلال می شود. و اگر اینجا ضرورت یا مجبوری رو تقسیم میکنیم. ضرورتی که شما اگر قرض نگرفتید جانتون در خطر است، جان شما در خطر است، این مسئله دیگر است. ضرورت دیگر این است که مثل میخواهم خانه خرم مثل دیگران، میخواهم مثل دیگران ماشین دار باشم، میخواهم چیز دیگر، این ضرورت نیست. برای همین ضرورتی که جان شما در خطر است که خودتان ایران میدانید، مثل برای جراحی شدن، مثل برای آن که اگر از کشور برآمده گریخته نروید بالایتان بلای می آید، یا اینکه اگر دارو و درمان نکردید یک نفرتان رو از دست میدید، در این وقت میگم هیچ علاج پیدا نکردید. اما در غیر این که ضرورت گفته ماشین خریدن و خانه خریدن و باز یگان چیز دیگر باشد، در این وقت جایز نیست. سوال دیگر: آیا یگان حالت اجازت گرفتن کردیت هست در اسلام؟ کردیت همون ریبای حرام است، ریبای حرام است و پرسنت خوردن حرام است که فقط چگونه که در وقتی به هلاکت رسیدن انسان میتواند حتی از گوشت خوک استفاده برد برای نمردنش و آن هم مقداری که غیر باغ ولا عادین از حد نگذرد، همون مقدار ضروری را برای خودش استفاده کند. فقط به مقدار ضرورت خود گرفتن در حالت‌هایی که خیلی که گفته استادم جانتان در خطر باشد یا جان یکی از نفران نزدیکتان در خطر باشد، بجز این راهی نجات نباشد. اینجا میگویم از ضرورات و الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت ها می آید و محظورات چیزهای حرام شده را حلال می کند. ولی در غیر این خیلی که گفتم برای چیزهای عادی که به نظر شما ضرورت است، مثل توی کردن و خانه ساختن و خانه را امسال بود کردن، اینها ضرورت نیستند، اینها ضرورت نیستند و قرض گرفتن جایز نیست. و اینجا باز به یادی همان یا فکر دیگری کشادن باز کردن بانک های اسلامی و یا حتی سیستم قرضدهی در شریعت اسلام چگونه است آن را به کار بردن را توصیه میکنم برای برادرانی که الله برای آنها فضل و کرمش را در پول زیاد کردگی هست، میتوانند دو سه نفر، علل خصوص که الان در همه جا میخونیم که برای خیریه مبلغ جمع کرده ایستادند، برای فلانی، کاش همین نفرها یک مبلغ جمع کرده خود را همچون بانک های اسلامی به نفران محتاج قرض می دادن، قرضی که در شریعت چگونه با گرو با یک ضمانت پرداخت قرضی که برای مردم آسان می شد و علاوه خصوص مهاجران دور از کشور که می دونیم که در روسیه هرگز بانک های اسلامی پیدا کرده نمی توانیم، از این می توانستن استفاده کنند و در مهلت معین برگردانند. سوال دیگر: اگر فرزند پول نداشته باشد با کردیت مادرش را طبابت کند اجازت است یا نه؟ اینجا باز میگردد به همون سوال در بالا بوده. مادر طبابتش تا چه اندازه ضرورت دارد؟ آیا طبابتش را سال آینده کنیم می شود یا نه؟ یا طبابتش را اگر نکنیم مادر جانش را از دست می دهد، اگر جراحی نشد او وفات می کند؟ و آیا نفرانی هستند که از خویش و تبار و آنها خانه خود را در گرو مانه، ماشین خود را، تلاواری های خود را یا یک چیز را قرض می دهند؟ یعنی همه راه ها را، همه اطراف را، همه اش را اول میبینیم، دیدیم که یگان تایش نشد، دیگر یگان نفر قرض نمیدهد. مادر اگر جراحی نشود یا طبابت نشود او را از دست میدهیم. در این وقت فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، هر کسی که خیلی مجبور شد در این وقت میتواند از حرام استفاده کند. سوال دیگر:
بانک اسلامی از بانک غیر اسلامی چی فرق دارد؟ بانک اسلامی هر کاری که میکند، داد و گرفت، خرید و فروش و اساسی کار بانک ها که قرض گرفتن و قرض دادن هست از روی شریعت میکند. مثل اینکه در بانک اسلامی کلمه پرسنت وجود ندارد یا خود جزا یا اشتراف های مالی وجود ندارد. بانک اسلامی اگر به کسی قرض می دهد، آن قرض را به پرسنت یا به ریبا می دهد، اما از او گرو طلب می کند که این در شریعت جایز است، یا ضمانت طلب می کند که یک نفر را همچون کفیل به من بیاور، اگر تو پول را داده نتوانستی کفیل تو مجبور کرده می شود که دهد، در غیر این حالت حتی تو را به زندان می کشانیم. این چونین بانک اسلامی به جای کردیت دادن هر چیزی که مشتری میخواهد بخرد، بانک خودش با پول خودش میخرد، سپس اون رو کمی گران کرده به همون نفری که میخواست با کردیت خرد به او میفروشد. چیزی دیگر برای فایده زیاد کردن به جای پرسنت دادن، بانک اسلامی از شرکت مضاربه پول کار میکند. مضاربه که مضاربه میگویم با زبانی تاجیکی بازه عادی، مضاربه این است که به یک نفری که صاحب کار است پول میدهد و میگوید با این پول تو سودا کن، تجارت کن، پیشروی اقتصادی کن، هر درآمدی که کردی بین من و بین تو تقسیم است. یعنی با این سیستم ها کار میکند. اما بانک های غیر اسلامی اساس درآمد آنها از ریبا و پرسنت است. به کسی قرض میدهند، البته که با ریبا یا پرسنت، و از کسی اگر قرض گرفتند هم یا از کسی پول گرفتند هم به او میگویند پول شما هر ماه زیاد می شود و اون رو میگیرند و باز به یک نفری دیگر میدهند. یعنی عموما درآمد آنها، قرضدهی آنها، همین کردیت ها و چیزهای دیگر همش از روی ریبا و از روی پرسنت می باشد. سوال دیگر التماس جواب بدین. اگر در یگان شخص قرض دهی و قرض را طلب نکنی، این چی معنی دارد؟ قرض را دهی و قرض را طلب نکنی چی معنی دارد؟ این رو باید از خود شخص قرض داده میپرسیدیم. اما چه خیلی که گفتم در باره طرز پرداخت قرض ها در برنامه که می شود که بعضا نفر به کسی قرض می دهد و از او پولش را طلب نمی کند، به خاطر اون که می خواهد ثواب گیرد و هرچی مهلت ما به نفر قرض دادیم و به او مهلت دادیم، این را بداند که برای هر یک روزش مثل به یک نفر اون مبلغ را صدقه دادن ثواب می گیرد. برای همین شاید برای این طلب نمی کند که اجر زیادتر گیرم، یا به خاطر اون که می گوید من این پول را دادم و بعدا می بخشم. یعنی این را از خودی نفری قرض داده باید پرسیم که چرا نمیپرسد. ولیکن وقتی از یک نفر قرض گرفتیم، اینجا پرسیدن و نپرسیدن او یگان نقش ندارد. حتما باید همون لحظه که ما در دستمون پول هست باید قرض رو برگردانیم. اون نپرسیده ایستاده است، پولش به او لازم نیست، من نمیدی همش نیست. برای اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند برای شهید همه گناهایش بخشیده می شود بجز قرض. یعنی قرض شما هرگز بخشیده نمی شود و هرگز گمان نکنید که یک نفر پولش را نپرسید شما دیگر از آن قرض آزاد هستید. پرسید نپرسید، عزت نفس برای اعتماد آن نفر را نسبت خودتان زیاد کردن که او باور کند که شما از اهل امانت هستید، برگردانیدن قرض هستید، در همه وقت می تواند به شما قرض دهد. همون لحظه که به دستتان پول آمد باید پولش را برید و برگردانید. و مشکلی اساسی ما در آن است که وقتی قرض میگیریم خوش آمدگویان، رحمتگویان پول میگیریم، اما وقتی پرداخت قرض ها رسید، مدتی آن رسید که باید قرض را برگردانیم یا باز پس دهیم، در این وقت سهلنگاری میکنیم که نه شرایطش هست سال آینده میدهم، بعدن دهم هم میشود، خویش و تبار خودمون است، هیچ کار نمیکند، من نمیمیرم، الان در همین جا هستم. با همین اعتماد و باوری از بین مردم کنده میشود و مردم دیگر به هیچ کسی، حتی میگویند به چشم راست خود هم باور کرده نمیتوانند. سوال دیگر، از لامبر طلا خریم ارزان است، درست است، گناه نیست. از لامبر طلا خریم ارزان درست است، گناه نیست. من نمیدونم این نفری که سوال داده ایستادند یا اینکه گفته ایستادند که این کاری ما درست است. اگر گفته ایستاده باشید که طلا ارزان است و درست است، چه خیلی که گفتم لامبرد عموما با حرام کار میکند. از لامبرد خرید جایز نیست، تمام که ببخشید برای اون که تمامی
سیستم لومبارد از حرام ساخته شده است و آنها میگویند شما به من با عوض این قرضم یک چیزی گرانبهای خودتون رو میدهید که با نصف آن نرخ میکنند و شما از آن میخرید کمی گرانتر. در این وقت کمک کرده استادید به یک لایحه و یا یک بانک خردککی که با پرسنت کار میکند. سوال دیگر، پروچاتل بانک طلب میکنند یک نفر مرا پروچاتل کرده از بانک قرض گرفت. من نگرفتم، اما آیا در گناه شخص قرض گرفته به پرسنت شریکم؟ چگونه که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند هر کسی که پرسنت میگیرد، پرسنت میدهد، در وقت پرسنت گرفتن و دادن شاهدی میدهد و این چنین در وقت دو نفر به همدیگر قرضهای پرسنتی دادن می نویسد که همچون وکیل یا کفیل. اینجا شما پروچاتل که گفته استادید کفیل است که این کفیلی من است، یعنی این در نزد من است، یک نفری با اعتماد است. من اگر چه گرفته استادم، این اگر من ندهم این میدهد یا شاهد است. گفتیم البته که در گناه شریک هستید. هر کاری که در گناه شریک است در آن نه شاهد شدن جایز است، نه رفتن و کمک کردن و حتی موافق این حدیث راه نشان دادن به یک نفری محتاج که برو از فلان بانک تو قرض پرسنتی گیر، این هم گناه است. برای همین تماما به نفرانی که قرضهای پرسنتی میگیرند نه همراهی کنید نه به آنها کمک کنید. سوال دیگر، ما در روسیه هستیم، ما میتوانیم در بانک ها پول مانیم با پرسنت و فایدهش رو بگیریم. البته که گفته استادم که گرفتن پرسنت و دادن پرسنت هر دوش هم گناه است، نه اینش جایز است نه آنش جایز است. برای همین نه پرسنت میخورید نه پرسنت میگیرید. اگرچه مثلا یگانه در مذهب ابو حنیفه یک قول است که شما میتوانید با کفار معامله پرسنتی کنید، اما این به همان کفاری هست که همچون جنگ به آنها داخل شدید و شما از آنها پرسنت میگیرید. ولیکن جمهور علما میگویند تمام دلیل هایی که الله پرسنت رو حرام کرده است و احادیث پیامبر، حدیث های پیامبر که تمام ریبا رو حرام کردند، همه آنها هم برای مسلمان هم برای کافر هستند. اینجا هیچ فرقی نمی کند که شما با کافر این معامله پرسنتی رو انجام داده استادید یا با مسلمان. سوال دیگر، قرض الحسنه چی رو میگویند؟ این رو فهمونید. قرض الحسنه به نفر قرض میدهید، اما شما با عوض آن قرض هیچ پرسنت طلب نمی کنید. در ما قرض الحسنه است، قرض بی ریبا و بی پرسنت برای کمک کردن به یک خواهر و برادر مسلمان، و قرض ریبوی هست که برای فایده خودمان به نفر قرض میدیم که این رو گیر، وقتی که دیر کردی یا همین روز گرفتی کی که آوردی با فایزش به من برمیگردانی. و درباره قرض الحسنه احادیث زیادی پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و این چنین درباره آنهایی که به خواهر و برادر مسلمان کمک میکنند. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. الله خودش میگوید که هر کسی که قرض حسنه میدهد الله از نزد خودش این رو خیلی زیاد به او برمیگرداند. و در وقتی قرض حسنه دادن به عوض هر یک روزی که شما برای نفری قرض دادهتان مهلت دادید اجر صدقه رو میگیرید. مثلا تصور کنید $200 به کسی قرض دادید مدتی یک سال. مدتی یک سال گویا شما هر روز $200 دارید قرض میدید. برای همین در نزد اکثریت علما اجر نفری که قرض میدهد از اون نفری که صدقه میدهد زیادتر است و قرض الحسنه اجری به پایانی خودش رو دارد. سوال دیگر، اپا جان چند موضوعتان پیام همه سوال ها فقط کردیت و پرسنت شده ایستاده است. هفته آینده موضوعتان چی است میگفتید؟ راستی گپ سوال شما رو خوندم و موضوع رو دیگر کردنی شدم. در هفته آینده میخواستم درباره لیزینگ های مشهوری حاضره صحبت کنم همراه شمایان و چون این موضوع ها خیلی در
زبان مردم خیلی خیلی دور میزند و همه از لیزینگ میپرسند و همه از ایپوتک میپرسند و از این کمک های مالی و خرید و فروش میپرسند که الان زمانی رسید که حلال و حرام با هم آمیخته شده است و مردم نمیدونن حلال در کجا است، حرام در کجا است. برای همین میخواستم در این باره صحبت کنم، چون سوال شما چنین آمد. انشالله دیگر مصلحت میکنیم که موضوع رو از قرض و پرتسین به یک موضوع دیگر گذرانیم و سلامت باشید. سوال دیگر: سلام علیکم مادر، درباره مضاربه معلومات میدادید. درباره مضاربه یکی از راه‌های پول کار کردن یا درآمد کردن شرعی حلال می باشد. فقط یک شرکت ریسکی می باشد. نفری که با مضاربه کار میکند، علل خصوص نفری که پول از او هست، خیلی ریسکی کلان دارد. مضاربه چگونه است؟ یک نفری ثروتمند که خودش پول دارد اما دیگر به سبب بیماری یا به سبب اینکه دیگر نمیتواند تجارت کند، به یک صاحب کاری تجربه دار پول را میدهد و میگوید این پول را گیر، تجارت کن. میتواند تجارت را معین کند، در همین نوها، در فلان شهرها تجارت کن، یا عادی مطلقاً گوید هر چی میخواهی بجز حرام البته تجارتی حلال کن و هر درآمدی که کردی بین من و تو تقسیم است. تقسیمات هم با پول نیو با فایزی، مثلا 10% از من، 90% درآمد است و 50 از من، 50 است و 60 است و 40 از من، یعنی با فایز، برای اینکه چند سوم پول می‌دراید در مضاربه نامعلوم است. با هم اتفاق میکنند که درآمد بین اینها به همون مصلحت اول یا اتفاق نامه اول نگاه کرده تقسیم می شود. سپس آن نفری تجربه دار صاحب کار آن پول را دور میزناند، به تجارت مشغول می شود. هر درآمدی که شد بین صاحب مال و صاحب کار تقسیم می شود و در آخر اگر شریکه را به آخر رسانیدنی شدن، گفتن نه دیگر تمام است، در این وقت تمام پول ها که رأس المال میگیم، یعنی اساس تن پول را کسی صاحب کار به صاحبش برمیگرداند، فایده بین آنها تقسیم می شود. و اینجا یک مشکلی یا خود حساس ترین جای مضاربه در آن است که مبادا صاحب کار پول را گرفت، پول بانکرات شد، خسارت مالی شد، او با آن پول میوه خرید، میوه ها همش نابود شدن، او با آن پول مثلا زمین خرید، زمین غرق شد و حاصل نداد. هرگز صاحب پول حق ندارد که به صاحب کار بگوید پول های داده مرا همش رو برگردان، یعنی ضامن نیست. نفری که کار کرد صاحب کار به کارش میسوزد در وقت خسارت و نفری پول داده به پولش. برای همین مضاربه اگرچه راهی حلال پول کار کردن هست و در زمان پیامبر هم بود، در زمان جاهلیت هم بود و اکثریت به آن هستند که حضرت خدیجه پولهای خود را به مضاربه میدادن. این چیز حلال است اما ریسک کلان میخواهد. برای همین با توکل به الله و با ریسک پولتون را به یک نفری که صاحب خبره یا خود تجربه باشد و میدونید که امانت دار است و فریبگر نیست پول میدهید که هر فایده‌ای که کردی بین من و تو. اما به یک نفر پول دادید، فهمیدید که او دروغ میگوید پول رو گم کردم، پول رو گم کردگی نه، میگوید میوه خریدم، میوه ها نابود شد یا تجارت کساد شد، در اصل تجارت هیچ چیز نشده است. در این وقت او ضامن است، یعنی او در این وقت پول های شما رو باید همش رو یا به دو برگرداند. در غیر صورت از روی قضا و قدر یا خود این خسارت های تجارتی که در تجارت یک سال برد میکنید سال دیگر نه، اگر پول ها رو نابود کرد در این وقت شما او را مجبورش نمی کنید که پولهای مرا تو برگردان. و عزیزان این بود برنامه امروزه ما درباره کردیت و اینچنین یک معلوماتی کوتاه درباره لامبرد و خرید و فروش از لامبرد و کردیت. امیدوار هستم که با ما هستید و فایده میگیرید. تا برنامه های دیگر در پناه الله رحمان باشید. الله رحمان باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.